از دختر 10 ساله تو این کار کاسبه تا زن 50 ساله متأهل و مجرد نداره، فرقی نمیکنه. نیاز فرق آدم شاید از خواستای خودش بتونه بگذره. من شاید بگم که حالا با این مانتو 5 سال دیگه سر میکنن، ولی در مورد بچه‌م نمیتونم اینجور باشم. در مورد بچه‌م مجبورم خواستاشو برآورده کنم. تحصیل داره، رقص و لباسش هست، بازیش هست، تفریح هست، سرگرمیش هست، کلاس‌های آموزشیش هست. و وقتی ببینم که در توانم نیست بکنم، مجبورم برم همخوابگی کنم. خیلی هست الان فکر میکنن زناشون کار میکنن. من دیدم مثلا به زنه گفته که مثلا میاد صبح تا ظهر، مثلا تا بعد از ظهر بیرونه تو یکی از همین خونه‌های تیمی که از تو تهران که زیاده. الان میتونم بگم تو هر منطقه بالای 100 تا از این خونه‌ها هست. خیلی زیاد شده. فقط اونجا هستش تا بعد از ظهر. بعد از ظهر میره خونه، پولش هم داره میره خونه، هر چیز زندگیشون بخاطر که نداره، شوهر نداره. بخاطر کمک خرج شوهر بشه، میگه رفتم کارمند شدم. هستن کسایی که متأهلن، شوهر دارن، بچه دارن، نمیتونن این بار معاش بکنن، مجبورن برن خودفروشی کنن. من دارم دوستای خودم شوهر دارم، بچه دارم، رفیق دارم. به خاطر فرق برای که بچه‌ش گشنه است. کسی به خاطر احتیاج نباشه هیچ وقت نمیره هر شب بغل یه نفر بخوابه. اگر واقعا به خاطر عشق و حال زندگی کردن باشه با یه نفر میمونه، با 100 نفر نمیره. پس به خاطر احتیاج جنسی و اینا نیست، به خاطر احتیاج مالی و فقر مادیه که میره این کارا رو میکنه. هر شب شوهرش مثلا پول نداره اجاره خونه بده، این خیلی راحت میره در میاره از این راه، بعد میره میده شوهرش هم مثلا به روی خودش نمیاره، چون نمیتونه به روی خودش بیاره. اگه بخواد حرف بزنه بگه تو از کجا آوردی، میگه به تو ربطی نداره، تو اگه میتونی برو در بیار. خانومی بود که من میشناختم، میگفت من هر وقت کار کنم یعنی این کارو میکنم تا اندازه که احتیاج دارم، یعنی به اندازه اجاره خونم، اندازه خرج بچه‌ها، تا این حد کار میکنم، دیگه بیشتر از اون کار نمیکنم. احساس میکنم که اگه بیشتر از این کار کنم گناه داره. خانومی متأهل بود، خدا گواهه. بعدن که با من یه مقدار صمیمی شد، دیدش که میتونه من اعتماد کنه، حرفشو بزنه، میگفت من یه بچه ناقص دارم، هزینه درمان بچه خیلی سنگینه. شوهر منم نمیگم آدمی نیست که تلاش میکنه، ولی باز نمیتونه، در توانش نمیتونه پس این بخارش کنه. مجبورم برای اینکه غرور و مردم شکسته نشه بگم که من میرم اونجا جنس میارم، پول قرض کردم میرم اونجا جنس میارم، میام تهران میفروشم استفاده کنم، پول بدم. ولی میگفت میام اینجا